وقتی که دختری بچه فعل به شوهر میبرویه. ما اومدم زنک. خیلی شیف سازی خوبی. هی امروز میگم یگونجا پراگوکا بریم. چی گفت زنک؟ بمبارا بجق بمبارا نگو نکن. وای شرمنده تو چی تریکل نیولی همسایه ها چی میگن؟ وای شرمنده. اوچه جون بخشش شما رو بازی میکنین؟ وای این شرمنده ها را بخی. ولی همسایه ها چی میگن؟ اون شرمنده های. دختر جون اجابه چیزای عروسی تا میآورد میموندی آخه یا چیان؟ ایو همه مدالایی که مسابقه گرفتم کاراته، بوکس، شахمат. ای گوشتینگم دارم. یا تکسری بازی که در رومانتیکا کنم. انا خیلی بسته. دختر جون مهمونم میایه هفته یکون کرده خشرو تا پشت گاب نیست. وای السلام علیکم خوش آمدین مهمونا. بیایین. مهمونای از دور و نزدیک خوش آمدین. دختر جون پشکای خشرو تا پشت بیا گفتم کو شرمندم. ای همه د خشروش هم میای. بسیار زنکا میخوان شوشون شکلات بیارم برای قیمت ده شکلات آوردم. در کار نیست ای پروتئین میخوریم. بگیرین. یا برچکا میبینیم که دندانو تمیز کن فهمیدی؟ مارا نگاه کنه یا بار دیگه اینجا وق میکنین که یا نمود میزنم فامیل و نامتون فراموش میکنین فهمیدین تزدش نجه ای خدای اکیلون یا محله را ترسون که چه خیلی باشه وقتی که به توی تا 5 روز دیگه میگم تو نجا خودم میکنم اوقات نه دختر جون خودم میکنم تو در خونمون مهمونی پیش رفتن در اوقات با مزه کنم که بخری وای اولو باشه تا دختر یک بار اوقات کنم نمیگیو آخران بار که اوقات کردن تا داری او چپتیم شکر خودم میشم نه دختر جان خودم میشم تو رفته دم بگی تو در خونمون مهمونی شکر میمبری بشویا اینه یورا چند هفته شدم جا کشالای یک بار اخلاد نمیگیره که بر جا بجا کنیه ای دختر جان چکار کردستی من خودم میشکم آخه تو در خونمون مهمونی ای دختر چی با پولارا نشکدی چه بهونه کردستی اینجا بیاته